سبزی محلی. رفتیم از یکی از هم محلی ها گرفتیم. پیاز که داره رو ترس سرخ میشه. اینجا چشمه نزدیک خونمون آب برداریم. توی این قابلمه یه دونه بره کامل گذاشتیم برای تجین. با تو میریزیم تو پیاز داغ ببریم پایین. آره فقط یه ملاقه بزرگتر. عجب داشتیم. آره دیگه بریم. جای علیرضا هم خالی. یه ماگ گرفتم برای امشب. هوا عالیه، اصلا خیلی خوبه هوا، واقعا چسبیدیم رشت کردیم. ما اومدیم برسر، اومدیم خونه آجی سحر. امشب قراره که یه آش رشته خوشمزه بپزه. بعد دیگه از اون لحظه که اومدیم همینجوری در تکاپو هستیم که وسیله ها رو آماده کنیم تا آش درست کنیم. با ما همراه باشید تو این ولاگ. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. همراه ما باشید تو این ولاگ آش رشته. این سبزی ها رو سبزی محلی رفتیم از یکی از هم محلی ها گرفتیم، خورد کردیم، با دستگاه خورد کردیم، ولی اینقدر دیگه درگیر کار بودم نشد ویدیو بگیرم. بریم پیازم گذاشتیم رو تراس سرخ بشه. اینم پیاز که داره رو تراس سرخ میشه. خورشیدم داره غروب میکنه. من و سعید داریم میریم، سلام، داریم میریم چشمه آب بیاریم برای آش. از آب چشمه استفاده کنیم. الان داریم میریم چشمه‌ای که نزدیک خونه خودمونه. ما اول اومدیم سر ساختمون اینجا، چون که طبقه دوم اتاقا رو دارن کار میکنن، اونجایی که اتاق خوابا هستن. بعد امروز تازه آجرچینی انجام شده. سعید رفته که آجر رو آب بزنه. الان هم یه غروب خیلی قشنگه. من برم بالا براتون ویدیو بگیرم از غروب قشنگ. خیلی اینجا غروباش قشنگه. چشمه نزدیک خونمون آب برداریم. آب سرد. قراره آش رو روی آتیش درست کنیم. توی این قابلمه یه دونه بره کامل گذاشتیم برای تجین. یه خورده نیم پز بشه. بعد دیگو بیاریم، برنجم نیم پز کنیم، بذاریم لای برنج قشنگ. بره رو بذاریم لای برنج بشه تجین گرمساری. به به. ولی هاش آقا مهران
بهش اشتباه رسوندن. فکر بررس اومده تونتون اینجا. نمیدونم من جز انجمن نابینایان هستم. اینم آرمیش نگاه کن. ندیدم. آش با بعض اشتباه گرفته. بچه ما اینجا بلغور جو و عدس رو پختیم. اینم که سیره و پیاز دیگه رنده کردیم. اینم که حبوباتمون قشنگ پخته. بریم ببینیم اگه آب جوشه آب رو ببریم بریزیم. حبوبات رو میریزیم تو پیاز داغ ببریم پایین. خب ما اینجا همه حبوبات رو با هم ترکیب کردیم با پیاز داغ. یه ذره پیاز هم گذاشتیم برای بعدش و اینم سیر. حالا اینو قرار ببریم که یه جا کردیم که ببریم رو آتیش با سبزی اضافه کنیم به آب جوش. یواش اب لبه بیاد چونه برم کمه نه دود گذاشت. جان جان آره آره فقط یه ملاقه بزرگ سر. سبزی خیلی زیاد است. به به سبزی عالی. حالا همیزه میریزم ببینیم چی میشه. پولی من شور بایی خب آشمون هم داره به جوش میاد دیگه. رشته ها رو هم خورد کنم. خب تا آشمون دیگه سبزی اینو به جوش بیاد رشته ها رو خورد میکنم که دیگه آماده باشه. بچه ها بالا هستن دارن سیر و پیاز رو درست میکنن. به نظر من رشته آشی باید حداقل 4 تیکه بشه چون وقتی که خیلی دراز باشه توی قاشق فرار میکنه. باید رشته جوری باشه اندازش که تو قاشق بمونه. من همیشه 4 تیکه میکنم. ضعیف‌تر بوده ولی نه اونقدر دیگه داره. سبزیمون کاملا به جوش اومد. حبوباتم که پخته ما رشته رو بهش اضافه می‌کنیم. سلام بابا جان. كل محله هولي كانت يهرن
در آشو بستیم با شعله ملایم‌تر تا دم بکشه. همه گشنش. مرسی متشکرم، من نمیخورم. خب به به فقط خوزانم نقابر نبود دادا اینا قبشی قلب پیس داریم بچه ما اونجا داشتیم آش میخوردیم که هنگامه جون زنگ زد خیلی یهویی برای اهورا جون تولد 18 سالگیشه. الان اومدیم تولد بریم که ببینیم چه خبره. براشون آش هم آوردیم. تولدت مبارک. 100 ساله بشی. سلام 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 سلام. چایی بخوریم. اختصاصی کانال آهنگ خوشی. جای علیرضا خالی. همه دارن آش میخورن. بذار داره سفرم میام تبریک بگه. آفرین بیا.
سلام، حالتون چطوره؟ سلام. به یکی دیگه از ولاگای ما خیلی خوش اومدید. هوا خیلی خنکه. امروز داریم میریم سمت رشت، بریم بچه ها رو ببریم سینما و یکم بچرخیم. با ما همراه باشید تو این ولاگ. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کراتین کرده ماشو. ما رسیدیم رشت دیگه. شب شده، اینقدر شلوغ بود، ترافیک بود. تا ماشین رو بردیم یه پارکینگ دیگه هوا تاریک شد. الان هم داریم میریم سمت شهرداری. سعید میاد درش فقط با میشکا دوست داره بخور. تو چی هایی بزن؟ خب ما اومدیم اینجا، کوچه از علم‌الهدی اومدیم اینجا چون علیرضا امشب با ماست. علیرضا هم عاشق واویشکاست. بریم واویشکا بخوریم. غذای ما همیشه میایم رشت واویشکاست. سلام. سلام دختر من. سعید دقیقا چی میخوری؟ فقط واویشکا. یعنی تو تمام ولاگا فقط اومدیم رشتی خوردیم واویشکا. غذاهای دیگه خونه سرو میشه. روز مامانم رو واویشکا داریم. من فکر کردم واویشکا گوسفنده، درجه گوسفنده. آره. این مرده. عاشقان واویشکا. علیرضا خان که امروز افتخار داده به ما. یه واویشکا مخلوط مخصوص چهارفصل که عالیه. این هم خیابونیه که فقط واویشکاهای خوشمزه داره و یه جوری خیابون شکمه.
اینجا زمستون اومدیم چای خوردیم، الان انواع یخ در بهش داره. زمستون انواع چای داره اینجا. اونجا رو ببینید برنج کاشتن. آخه بخر دیگه. چی؟ نه گفتم لوازم تحریر اگه چیزی دیدی. من میدم فقط تازه. اومدیم فروشگاه خرید برای علیرضا شلوار ببینیم. شب بازار یادم بنداز. باش. بفرمایید. بچه یه شال گرفتم، یه شال این رنگی. چوبه فکر کنم. چه موقعی قشنگی. قابل شما نداره. سه تیپ که 300. چقدر بزرگم ببینید. بزرگ بودنشون رو ببینید. خیلی بزرگه. چه بزرگه شبیه پارچه. یه ماگ گرفتم برای کافه بارم. خبر نداشتم. سازنده لبوبو چجوری معلوم شد؟ اینجا اون خیابونی نیست که اومده بودیم یه بار من تو با هم رفتیم. بیرم چجوری لبوبو معلوم شد؟ امشب هوا عالیه، اصلا خیلی خوبه هوا. واقعا چسبیدیم رشتگردی. من دیگه از منظره های شهرداری براتون میذارم. این 48 قانون و قدرت خوندم، خیلی کتاب خوبیه. ملت عشق خوندم، 100 سال تنهایی خوندم دیگه. اینا دیگه زیاد نه چی میخوای؟ کدوم میخوای؟ کدوم؟ نه نمیخوام بخونی، دوست ندارم. نه هر وقت بزرگ شدی بخون. بزرگی هم میگه. این وقتی نیچه گریستم خوندم. تکای چی؟ هنر رندانه. خیلی کتاب قشنگه. فروش بزرگ. ریسا رو قشنگه برای اتاق. خوره ماهشون. آریسا شام نخورد، باباش رفت براش.
ما رسیدیم خونه. اینم از ماگ قشنگی که گرفتم گذاشتم کنار اینا. دیگه خونم که کار نداشتم، آشپزخونه تمیز بود. دیگه بریم بخوابیم تا فردا. شبتون بخیر. خب دوستان، ما دیشب دیگه حسابی گشتیم بعد مدت‌ها، یعنی تو این سال جدید انقدر که ما درگیر خونه سازی بودیم واقعا یعنی وقت نشد که امسال جایی بریم و اصلا حتی نزدیکترین جا، حتی جایی که همیشه میرفتیم هم واقعا وقت نشد و تمام تمرکزمون رو گذاشته بودیم رو خونه سازی. دیگه خلاصه اومدیم از برسر که اومدیم منجیل، یه 2-3 روز منجیلیم و باز دوباره باید بریم امروز. یعنی دیگه دیشب که رفتیم رشت، علیرضا بعد مدت ها با ما بود، حسابی گشتیم. من خیلی نشد ویدیو بگیرم دیگه، جای شما خالی، رفتیم حسابی خرید کردیم و خیلی خوش گذشت. ولی سینما باز نبود متاسفانه. یعنی گفتم فردا شب فیلم داریم، از شانس ما اون دیشب که رفتیم فیلم نداشتن و موفق نشدیم. حالا قول دادم به بچه که یه بار با هم بریم سینما. یه قهوه درست کردم دیگه بخورم و به کارام برسم، نهار درست کنم و بریم برسر. من یه نکته کوچیکی در مورد قهوه بهتون بگم. بچه قهوه همونطور که همه میدونین طعم خیلی سردی داره و باعث نفخ و این چیزا میشه. ولی خوب باید ببینید که خیلی ها مثلا برای قهوه خیلی میبینید که مثلا نظریه های مختلفی هست. به نظر من مثلا من و آقا سعید خودمون، من قهوه میخورم فوق العاده حالم خوب میشه، خیلی حالم خوب میشه. یعنی یه جوری انگار که نیاز هر روز بدن منه که قهوه رو بخورم، چون واقعا بهم انرژی میده، حس و حال خیلی خوبی بهم میده. یعنی نگم که اصلا زندگی من 2 بخش، قبل قهوه بعد قهوه، خیلی کم کردم ولی دوباره شروع کردم به خوردنش. دیدم که خوردنش حالمو بهتر میکنه. ولی خب آقا سعید میخورد، چون خودش کلا آدم اینجوری گردش خون خیلی بالایی داره و اینجا فشارش میرفت بالا و تپش قلب شدید میگیره و اصلا با بدنش سازگاری نداشت. 1 سال خورد با من ولی خب دیگه اصلا کلا ترک کرد خوردن قهوه. حالا من یه چیزی که خودم به این نتیجه رسیدم و تحقیق کردم، ببینید ما 3 مدل قهوه داریم. حالا این چیزایی که ما تو خونه درست میکنیم، قهوه ترک داریم، قهوه اسپرسو داریم و قهوه گلد داریم، یعنی قهوه آماده. بچه اگه از لحاظ مثلا سردی بخوایم دسته بندی کنیم، قهوه گلد از همه سردتره و ناخالصی بیشتری داره چون فراوری شده است. یعنی یه جورایی چیزه، نفخ بیشتری تو بدن ایجاد میکنه و بهش مثلا رتبه 3 رو میدیم. قهوه اسپرسو بعدش مثلا از قهوه گلد کمی سالم تره، اما قهوه ترک چون که با آب یا با شیر ترکیب میشه نفخ خیلی کمتری نسبت به قهوه های گلد و اسپرسو داره و اینکه تبش نسبت به اونا انقدر سرد نیست. یعنی تب اسپرسو و گلد خیلی سردتر از قهوه ترکه. حالا من مدتیه که مثلا بستگی داره حالا کجا باشم، مثلا چی در دسترسم باشه. اگه مثلا دستگاه نباشه، آدم خوب اسپرسو با دستگاه گرفته میشه. گلدم که میشه ریخت تو لیوان و با یه آب جوش و شیر حل کرد و خورد. قهوه ترکم که با شیر جوش درست میشه، 1 قاشق قهوه، پودر قهوه ترک و 1 فنجان آب یا شیر قبل از اینکه بذاری رو شعله هم میزنید و روی شعله دیگه اصلا هم نمیزنید تا اون کفش بیاد بالا و وقتی که پف کرد جوش کرد هی خالی میکنیم تو فنجون و میتونیم دوباره این کارو چند بار تکرار کنیم. یعنی هی کف روش رو بریزیم تا یه قهوه خیلی خوبی بده، با مثلا ببین خامه خوبی میده بهمون. و این قهوه برای کسایی که اگه سردی قهوه و نفخ قهوه اذیتشون میکنه، قهوه ترک خیلی بهتره و بهترین زمان برای خوردن قهوه بین ساعت مثلا فکر کنید، حالا من خودم چون امروز مثلا 6:30 صبح بیدار شدم، اونایی که صبح زود بیدار میشن و صبحانه میخورن، خب من همیشه معمولا بین مثلا ساعت 10:30 تا 11:30 قهوه‌مو میخورم. بهتره که قبل از غذا باشه
و اگه تایم مثلا حالا صبح خیلی زود بهتره نخورین، چون خود بدن ما اون چیزی که قهوه بهمون میده رو ترشح میکنه. حالا مثلا میگم که قبل ظهر بخورین هم یه انرژی خوبی میده، گاهن هم خیلی بیشتر وقتا مثلا میشه پیش میاد که مثلا حالا تایم صبحونه خوردنمون دیرتر اینا میشه، مثلا بعد نهار تا قبل از ساعت 3 سعی کنید بخورید و اصلا 3 به بعد یا 5 به بعد غروب سعی کنید دیگه قهوه نخورید، چون واقعا اثرگذاری رو بدنش یه جوری میشه دیگه شاید خواب شبونه‌تون رو به هم بریزه. چون من خیلی موافق اینم که آدم حداقل 11 دیگه بخوابه و صبح زود بیدار بشه. این هم از چیزایی که حالا اطلاعاتی که من در مورد قهوه داشتم، امیدوارم که به درتون بخوره برای اونایی که قهوه دوست دارن. حالا شما هم اگه تجربه ای دارید، اگه چیزی هست که من نمیدونم و خوشحال میشم تو کامنت ها برام بنویسید منم بدونم. جای شما خالی، بخورم. مرسی که نگاه میکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ممنون از کامنت های پرمهرتون که همیشه همراه ما هستید. این روزا اینقدر سرم شلوغه نشده که زودتر ویدیو بذارم و ویدیو بگیرم دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید تا من یکم کارا رو سر و سامون بدیم و براتون ویدیوهای قشنگ بتونم بگیرم.